أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. در این صورت الله تعالی تمام احکام و قوانین دستورات بیان میکنه، چه عقیدتی است، عبادتی است، فردی از خانوادگی، اجتماعی، سیاسی. در آیت قبلی اثبات قرآن بود، توحید بود و هدف قرآن بیان کرد. کسایی که از قرآن تأثیر پذیر میشن و قرآن سر از اونا تأثیر میکنه، سه گروه مردم بود. خطاب هم کرد با یا ایها الناس، ای انسانهای روی زمین، عبادت و بندگی ربتان بکنین. شما را فرید نعمتهای دنیا را برتان آماده کرده، هر آن برتان میته، شرک نکنین. خطاب خاص به بنی اسرائیل که اولاد یعقوب بودن، اولاد نبی بودن، ولی کفر کردن و شرک کردن و الله اول خلافت به اونا داده بود، باز خلافت از اونا گرفت به خاطر امو عقاید و اعمال بدی که در اونا پیدا شد. و الله به بنی اسماعیل داد، به عرب ها داد حکومت. زمانی که اونا هم ضعیف شدن و قباحات در اونا پیدا شد، از اونا هم الله گرفت، باز به کی دادش؟ به عثمانی ها داد الله خلافت. زمانی که اونا هم خراب شد، کل مسلمان ها خراب شد، بیخی لغوش کرد. حال مسلمان ها دیگه اینمی تو یک رمی بی سر و بی بال میگردن است. چیزی طرف اروپا میده و چیزی طرف امریکا میدوانه، دمی قایقا و کشتی ها غرق شده و اینمی تو بی سر پوش مانده. والله مومنین میگه که شما بازگشت کنین به دین و آیینتان تا اینکه در دنیا و آخرت سربلند باشین، در رفاه باشین، در آسایش باشین. و زمانی میشه که به دستورات الله، به نظام الله، به کتاب الله چنگ بزنین، به یاد بگیرین، عمل کنین. انتقادات یهود که درباره قبله بود را بیان کرد. دلایل عقلی گفت. کسایی که رهبرای باطل انتخاب میکنن و تابعداریش میکنن در روز قیامت در بدترین حالات هستند. اونا پیش در جهنم میره، اینا از پشتشان. بعد یک خطاب هم کرد که یا ایها الناس، ای انسان ها. یک خطاب داول گفته بود اعبدوا ربکم، اینجا میگه کلوا. یه عبادت به صورت عام بود، خاص عام اینجا تخصیص میته که خصوصا اطاعت کنین، در حلال حرام نخورین، از مال حرام خودن دور کنین، حرام نخورین. شیطان شما را به حرام خوری تشویق میکنه. حال یک مرض دیگه که در یهود هم بود، در مشرکین هم، وی است که تقلید کورکورانه تقلید میکنن، تقلید تابعداری میکنن کورکورانه از کلانا و رهبرای خودن بدون دلیل یا در برابر قرآن. اینجا کتاب الله است، دستور الله است، وحی وجود داره، ایره میمانه، تابعداری دیگه چیزا میکنه. ایره الله میگه ای شرک اسی کار نکنین. مومنین هم تعریضاً بیان میکنه کشدار غیر از کتاب الله دیگه چیزی را تابعداری نکنین. اگر شما کتاب الله را ماندین، سنت رسول الله را، دیگه چیزا اطاعت کنین، بازو تقلید میشه و این فکر مشرکین است. و اذا قیل لهم، وقتی که گفته شود از برای از اینا، از برای کی؟ مشرکین، کافرا، بیدینا، هر کی است، یهود است، نصارا است. چی گفته شود برشان؟ اتبعوا ما انزل الله، تابعداری کنین آن چیزی را که الله نازل کرده، یعنی الله نازل کرده بر رسولش که وحی از قرآن است. ترک کنین آنچه که شما در دلالت هستین، کار شما، عقیده شما. قالو، اینا میگوین در جواب دعوت، وقتی که دعوت داده شوند، قیل دعوت داده میشه، چی میگن؟ بل نتبع ما الفینا علی آبانا، بلکه ما تابعداری میکنیم ما امو طریقه و عقیده و فکر و فرهنگی را، قانونی را علیه آبانا که به او طریقه روان شده بود پدرها و بزرگای ما میگه ایره قبول نداریم. پدرها و بزرگای خود چیزی کردن، اونو را نیاکان ما چی کرده، به او را روان است.
الله میفرماید که اینا چقدر بیعقل هستند. حال نیاکان شما خواهد دین چیزی را نمیفهمید و هم در ضلالت بود. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا یا تابعداری پدرها را میکنن اگر که بودن ایتبعون آباءهم. و عاطفه است، پیش از همزه یک فعل محذوف است. ایتبعون آباءهم، آیا اینا تابعداری پدرها را میکنن، کتاب الله را میمانند. ولو کان آباءهم، اگر که بود پدرای از اینا سابق، لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، نمیفهمیدن هیچ چیزی از دین را، یک عقلی هم نداشتند که اینا را شر و خباثات منع کند، ولا یهتدون و نه به هدایت بودن. پس در این آیت تمام مسلمان مفسرین اتفاق دارند که تقلید که شرکی است، تقلید که حرام است، چی است؟ به اتفاق همه مذاهب که در برابر کتاب الله دیگر نظریات قبول کنیم. کتاب الله، سنت رسول الله صلی الله علیه و وحی وجود داره، این را میمانی، یک نظری را، یک سخنی را، یک فرمانی را، یک قانونی را عملی میکنی که او مخالف چی است؟ کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و این را میمانی، او را تابعداری میکنی. این شرک است، این تقلید حرام است به اتفاق همه. سعی چه قواضی است. قیل دعوت شد بر اینا اتبعوا ما انزل الله، ما انزل الله را تابع کنین. تابعداری چی را بکنین؟ ما انزل الله، ما آنچه که الله نازل کرده. و چی است؟ قرآن و سنت وحی است. یا چی گفتن؟ قالوا بل، گفتن در جواب دعوت نه، بلکه نتبعوا، ما تابعداری میکنیم ما الفینا علیه آبانا، آنچه که پیدا کردیم پدرای خدا. در سورت مائده میاد که قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آبانا، کافی است به ما همین چیزی که از پدرای ما مونده، عقیده مونده، فرهنگ مونده، عبادت ما، اینمی کافی است. از پدرای مشرکین چی مونده بود؟ عبادت و بتا و شرک و آدم کشی و زن کشی، زنا را بکش، دخترها را زنده به گور بکو، اینی چیزا، سودخوری، حرامخوری، زنا، فحشا، اینی چیزا است پدرایشان مونده بود. بین قرآن تابعداری کو میگنی دین پدری را گرفتیم، در حالی که پدرم گمراه باشه یا عالم سابقه هم گمراه باشه، بزرگا گمراه باشه، چیزی را ما دین نفهمن و تو تابعداری از او را بکنی، این خطرناک است، کفر است، شرک است. تقلید در لغت به معنای قلاده در گردن یک کسی انداختن، قلادت البعیر. قلاده هم رسپانه که در گردن شطور میپرتی، باز کشش میکنی میری، یا در اینجاش میپرتنی میبریش. قلادت البعیر. یک کسی که تقلید هم میکنه گردن خدا در حلقه یک کس میپرته، باز اون کشش میکنه، هرچی که میبره های میدان تای میدان کجا میبرش دیگه. بازی هم دیگه اراده نداره، خب یا اراده نداره، هرچی که اونمو گفتی خود نمیفهمم، ما مقلد است. هرچی که شاید شما میگین، میگه هرچی که شما میگین صاحب پیر صاحب مولوی صاحب فلانی صاحب رهبر صاحب، ما شما را هیچ دیگه گپ نمیزنیم، ما کار و کور هستیم، همه عوام نمیگه هرچی که شما میگین ما موسو میریم، ما خود نمیفهمیم. این را تقلید میگه در لغت. در اصطلاح تقلید بسیار تعریف ها کردگیستن هر مذهب علمایش، ولی رجش به اینمیست که قبول قول غیر بلا حجت، قبول کردن سخن یک کسی بدون دلیل، بلا حجت، بدون دلیل، بدون دلیل سخن یک کسی را قبول میکنی. این بلا حجت متعلق است به قبول، قبول میکنی به دلیل. قول الغیر به این ارتباط نمیگیره، اگه تو بگیره بازی تو میشه که قبول کردن سخن یک کسی بلا دلیلن، یعنی که قول غیر بلا دلیل باشه، نیوش نیست، قبول میکنی بدون ازی که دلیل بفهمی پرسان کنی، این را میگه تقلید. و ای که قول غیر و کسی دیگه یک نظر داده، یک گپ گفته، یک فتوا را دلیل داره نداره، او را تو کار نداری، داره نداره اوش جداست. اینا اگر قول غیر به دلیل باشه و تو تابعداری کنی خود شرک میشه، این مثل ازی میشه. اما اگر قبول قول غیر دلیل داشته باشد باز تابعداری کنی
ولی تو نفهمی. چطور است؟ جایز است نیست؟ در اینجا علما بعضی مطلقاً تقلید رد میکنه، زیرا الله میگه در قرآن تقبیحش کرده، مثل اینجا در هر آیت های دیگه، بسیار آیت های دیگه هم میگه که ردش کرده. و الله حکم کرده که اتبعوا ما انزل الیکم، ما انزل را تابعداری کنید. اتبعوا ما انزل الله. بعد میگه تقلید جایز نیست در هیچ بخش. بعضی ها تقسیمات کرده، خب میگه در بعضی بخش ها جایز است، در بعضی بخش ها نیست. کسایی که میگن در هیچ بخش جایز نیست، چطور یگامی چطور کنه؟ میگه یگامی که میاد یک موضوع را پرسان میکند، باید دلیلش هم پرسان کنه که دلیلش چیه. فهمید نفهمید گپی نیست، خیره تابعداری کنه. میشه یگام تعمیره که دلیل هم بگوی چی میفهمه؟ نه نمیفهمه. ولی زمانی که برش گفته شد که اینی عملت مخالف قرآن و سنت است، باید اعلایش کنه. اگه اعلا کرد، اینی میرم اگه تقلید هم کند در حالات ضرورت، عامی محض باشد، صحیح عامی محض است. عامی میخی به سواد نافهم، زیرا الله بر به سواد و نافهمان میگه که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کنید از اهل علم. ذکر انا نحن نزلنا الذکر، وحی را گفتمش قرآن. سوال کنید از اهل قرآن، اهل سنت، علمای قرآن سنت هم میفهمن. ان کنتم لا تعلمون، این فرض سر عامی که نمیفهمی. اگر شما نمیدانین، چی را نمیفهمین؟ قرآن، ذکر، سنت نمیفهمین، فاسألوا اهل الذکر، از اهلش سوال کنید، از علمای قرآن سنت سوال کنید. و او مکلف است که به تو قرآن بیان کنه، سنت نظر خود نگویه. از کسی که عالم قرآن باشه، عالم سنت باشه، نه که عالم خلاصه باشه. یک کتابی، چند تا کتابای فقه خوانده باشه. کتابای فقه چند کتاب خواندن و فقی مفتی شده نمیتونه. مفتی کسی شده میتونه که منبع فتوا را بفهمه. منبع فتوا، مصدر فتوا. مصدر فتوا، منبع فتوا چی است؟ قرآن است. اول مفتی الله است. یسألونک عن الیتامی، الله جواب میگه قل الله یفتیکم. الله فتوا، اول مفتی کی است؟ الله است. بعد رسول الله صلی الله علیه و است. و اونا حکم الله مطلقاً است. بعد رسول الله صلی الله علیه و وحی را، حکم الله را بیان میکنه. به می خاطر امام ابو حنیفه رحمه الله میگه کسی که عالم است بی دلیل نفهمید و مفتی شده نمیتونه. لا يحل لاحد ان یفتی بقولنا، حلال نیست برای هیچ کسی که فتوا بده به قول ما لم یعلم، تا مادامی که نفهمه من این قلناه، که از کجایی را ما گفتیم، یعنی مصدرش قرآن سنت، من این اخذناه، از کجایی را گرفتیم، تا که منبع را نفهمیده فتوا داده نمیتونه. ولی حال مفتی های مفت دیگه گپ زده میرن، به منبع و به قرآن به حدیث اینطور گفته میرن، فلانی اینطور گفت، فلانی اینطور. گپ یک عالم هم میگه نه میشه همون اشتباه کرده باشه. تو چرا ایتو میکنی؟ نمیفهمی بگو ما عالم قرآن سنت نیستم، برو از کسی پرسان قرآن هم بفهمه سنت. نه، چرا ایتو نمیگی؟ یا ایتو فتوا میده که علما اینطور میگن. خب علما میگه تو چی کار هستی که گپ میزنی؟ اینا لذی فاسألوا اهل الذکر چی مفهمیده میشه؟ که از اهل وحی پرسان کردی و در یک موضوع وحی را برات بیان کرد. این تقلید نیست، این اتباع است. علمایی که تقلید رد میکنن فرق میکنن در بین اتباع و تقلید. تقلید بدون دلیل گپ قبول میکنه، اتباعی را میگه که با دلیل است، یعنی از قرآن است، از سنت است. قرآن سنت برات بیان میکنه. الله اینطور گفت، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت. یا از اینی آیت اینی گپ فهمیده میشه. اجتهاد هم است، اگه موضوع نباشه این از این آیت فهمیده میشه، از این حدیث فهمیده میشه، یک موضوع اجتهادی باشه. اما اینجا میگه که ان کنتم لا تعلمون، اگر علم ندارین. اینا العلماء نباید تقلید کنن، علما باید تحقیق کنن، علما باید تابعداری اتباع بکنن. قلن عالم خود دلیل پیدا کنن. عالم علما رو ببینی تقلید میکنه، حیران میمونی. با دلیل میگیره، بگوی تقلید چی دلیل داره؟ میگه فاسألوا اهل الذکر. حالا خب میگه ان کنتم لا تعلمون.
اگه آمیستی به علم جاهل هستی اونو تقلید کن، گفته خودت برو. ولی اینجا خود تو عالم هستی یا نیستی؟ میگه هستم. اگه نیستی ما تو میگم از آمی صاحب تقاضا میکنیم اینجا بیا گپ دیگه نه. تو خود عالم میگیری، تو خود مولایی میگیری. ای قنامت شیخ الحدیث، شیخ القرآن، شیخ ماندی. شیخ الحدیث هم شدی هنوز هم آمیستی؟ نمیفهمی که قرآن چی میگه، حدیث چی میگه؟ بعضیا میگه ان کنتم لا تعلمون، علم نیست که اجتهاد باشه. در کجا گفته اجتهاد باشه؟ هر کسی فرق کنه در بین قرآن و حدیث، دلیل بفهمه یک مسئله را دلیلش، اونم عالم است. شرط نیست که مجتهد یعنی که با درجه مجتهد مطلق که همه چیزا مثل ائمه اربعه 4 امام باشه. این تو شرط نیست. در کجا اومده که تو شرط؟ در قرآن سنتی که دلیل وجود نداره. خب عالم نباید تقلید کنه. اینا کسایی که میگن تقلید هست جایز است، اکثر خب همین محققین میگن نیست، مثل ابن عبدالبر که ابو عمر ابن عبدالبر علمای کلان مالکی است، اتباع است میگه، امام شوکانی و ابن حزم، بسیار کسای دیگه. کسایی که میگن است بعد چند چیز میگن نیست تقلید به اتفاق. یکی در عقیده، مسائل عقیدتی را تقلیدی قبول نیست، در قبولش اختلاف است. بعضی میگه اگه عقیدهش تقلیدی بود آیا همین عقیده صحیح است؟ نیست، در اختلاف است. اکثریت میگه، بعضی میگه نیست. و اگه عقیده تقلیدی صحیح نباشه بی خطرناک است، نه؟ در حالی که مردم ما عقیده‌شون تقلیده. عقیده را میگه باید از کتاب الله یاد بگیری. چی میگه؟ دلیلش بفهم. بعضی میگن نه در عقیده هم است. تو میگن در عقیده. ولی اکثریت میگه در عقیده نیست. دیگه در عبادات، در عبادت تقلید نیست، یعنی بی دلیل تابعداری نکن. هر جز عبادت تا نماز است، روزه است، زکات است، حج است، ذکر است، کلش از قرآن و سنت بفهم دلیلش. من می ذکر در اینجا چرا میکنم؟ ذکر در لاسپیکر چیخ میزنم، رقص میکنم، همین در قرآن هست، همین در حدیث هست، همین را صحابه کرده، همین عقل داریم موقعی در فکر کسرم. هم تو بیخی دیوانه است، عقل خدا دست داده. ذکر می نماز میخوانی، چه قسم نماز میخوانی؟ به طریق بابا و بیبی و بابا کلان و اینا نخوان، به طریق رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که صلوا کما رأیتمونی اصلی. شما قسم نماز بخوانید که مرا میبینید. رسول الله صلی الله علیه و آله نماز از کی یاد گرفت؟ از جبرئیل. رسول الله صلی الله علیه و آله قسم نماز میخوان که جبرئیل دید، جبرئیل الله یاد داد و جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و آله دید. باز امت خدا میگه شما مرا ببینید، من چه قسم نماز میخوام؟ اول که دست در کجا میبرم، در گوش در کجا میرسانم؟ استاد مشاری سفید دسته اینی تو گوشایش خوب دراز آمد که میزنم چند دقیقه شور میخورم. حالا در کجا دیدی تو آمده که کدام حدیث اگه یک تا پیدا کنی که نظیر گوشات است بالا کن؟ یک تا حدیث نیست، در هیچ مذهب نیست، نه در حنفیست نه در دیگه. اینه میره پیدا کن. رسول الله صلی الله علیه و آله در نرمی گوش رسان در دست خدا، اینجام گرفته، سر شانم گرفته، هر سهش صحیح، هر سهش احادیث هست. این میجاست که بعضی اینجا میگیره بعضی اینجا، ولی کسی که یک شی گرفت باز دیگر که تو دید تو را تاپا میکنه. خب یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله در کلش احادیث هست. دست سر دست مانده، حدیث صحیح است، استاد که میشه در کجا مانده؟ اینجا مانده، سر سینه و در زیر سینه و سر ناف. زیر ناف هم روایت هست اگر که ضعیف است. خب امام نووی میگه که من زیر سره در زیر ناف که مجمع علی ضعفه، اجماع در ضعفش زیر ناف. اینا ولی هست دستیلا هم هست، روایت هست ضعیف دستیلا. اینا اینه میره چیز کو پیدا کن، قرائت میکنی، چه قسم قرائت بکنم؟ حدیث پیدا کن. رسول الله صلی الله علیه و آله نماز خوانده یا نخوانده؟ خوانده. چه قسم خواند نمازه؟ چه قسم قرائت کرد؟ چه قسم رکوع کرد؟ چه قسم سجده کرد؟ با کدام کیفیت قومه کرد؟ نه از سجده رکوع بالا میشد، آمین گفت نگفت، در کجا گفت، بلند گفت، پایین گفت، احادیث بخوان. در این تقلید نیست جایز. رسول الله صلی الله علیه و آله حج که میکرد گفت خود و انی مناسککم، صحابه را گفت بین ببینید من چه قسم حج میکنم که یاد بگیرید. اینا بعضی ها میره ازش که خود از طریق خود حج میکنم. قسمی که عبادت فرض است، علمشان فرض عین است. علم عبادت فرض عین است، قرآن حدیث یاد بگیر.
آمیستی بگو بیا رسول الله چه قسم خوانده. حالا الحمدلله بیان واضح شده. یک نفر دید یک عمل انجام داد، تحقیق کو کمی است نیست، خوب تحقیق کو. دیگه در این بخش هم میگه تقلید نیست. تقلید در مسائل فرعی است، غیر از عبادت، غیر از عقیده. اینا اینطور میگن. و هم بر عامی نه بر عالم. عامی نمیفهمه. در حالی که خب اینا تقلید کی را بکنیم؟ یک مذهب مشخصه یا هر کسی که عالم است؟ از قرآن خو میگه فاسالوا اهل الذکر. اهل ذکر اهل وحی یک نفر نگفته. گفته نه، هر کس وقتی که تو میای عالم قرآن حدیث وجود داره از اونمو سوال کو. هر کسی از یک عالم سوال کرد و جواب دادی تابعداری کرد، اینه میره میگن تقلید که دلیلش نفهمه. دلیلش فهمیدی باز از تقلید میبرایی، باز اتباع میشه، تابعداری میشه. امی کسایی که میگن یک مذهب تابعداری کو، دیگه‌اش ایره نکو، ایره نکنه، یا 4 مذهب دیگه‌اش نه، یا بسیار جاهل است. پیش از 4 مذهب چه علماء تیر شده؟ مثلا من با فتوای امام ابو حنیفه رحمه الله، مالک، شافعی، احمد بن حنبل عمل نمیکنم. استادایش هم میکنم. من هیچ بیانی پیش از استادای از اونا کی بود؟ در اسلام هستم یا نه؟ یا میگنی برآمدی 4 مذهب برآمدی؟ برآمدم. برو از اسلام برآمدی. حالا پیش از اینا نه، یا کی پیدا شدن؟ تحقیق کو. اینا خود قرن دوم کلمی پیدا شدن. 100 سال تیر شده بود که اینا عالم شدن. امام ابو حنیفه رحمه الله اگر که داخل قرن اول پیدا شده 80 هجری، ولی علمیش بعد از قرن 2 است. بعد از قرن 2 عالم شد. بعد نظر داد، اجتهاد کرد. علما را کلش ما باید قبول کنیم. این کسایی که میگه 4 تا دیگه شنه نافهم است. خصوصا عالم میگن ما عالم هستم، ما تحقیق میکنم، ما پیش میرم، ما با فتوای صحابه عمل میکنم، تابعین عمل میکنم. صحابه اهل ذکر بود یعنی مسلمانان در وقت از اونا پرسان میکرد یعنی چرا؟ سمیال هم از فتاوایشون یا پایشون. فهم صحابه. خودم قرآن میبینم حدیث صحابه چی گفته. اینا رو ما شما در این وقت فتنه ها زیاد است. خب تقلید نباید کنیم. چی کنیم؟ اتباع. کوشش کنیم که یک موضوع را با دلیلش بفهمیم. یک موضوع را با دلیلش. حالا آسان است میشه. و اگر یک حالت تنگ بود، یک فتوا را عمل کردی، باز تا وقتی عمل میکنی که نمیفهمی. اما زمانی که برات گفته شد که این صحیح نیست، باز اعلام میدی. مثلا یکم تا را ببینیم که در دعای دسترخوان همیشه میگه الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین یا من المسلمین. پس هم برات گفته شد که این حدیث ضعیف است، باز اعلامش بده دیگه. بگو صحیحش کدام است؟ باز برات میگه که الحمدلله الذی اطعمنی هذا الطعام و رزقنیه من غیر حول منی ولا قوه. اینی صحیح است. اینی دعای بعد از دسترخوان صحیح است، نه ضعیف. الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اینی بیخی صحیح. این شاید بگیم جای که حدیث صحیح. زیر ناف دست گرفتیم فهمیدی که حدیث ضعیف بود، علابته سر ناف بگیم. نه توجه شدید؟ اینی قسم اگر کسی باشد که در این وقت فتنه زیاد است. حالا هر عالم خدا حجت الاسلام میگه. چی میگه؟ حجت الاسلام. خودم میگه دلیل اسلام هستم. حجت الاسلام چی من؟ خودم دلیل هستم، حاجت دیگه چیز نیست. خودم چی من؟ خودم هر گپی که میزنم همی دلیل است. این بسیار خطرناک. حجت الاسلام، حجت دلیل اسلام چی است؟ قرآن، سنت، حدیث، بس دیگه چیز دلیل نیست. اجماع هم است، اجماع امت خوب هم از قرآن سنت است. فهمی که از قرآن سنت اتفاق شده اونوان. متوجه شدیم؟ پس کوشش شود در این وقت. ما نمیگیم که یک عامی تا چی نکنه، هیچ عامی محض نمیفهمه، تقلید بکنه در بعضی حالات، ولی تحقیق علم یاد بگیره. طلب العلم فریضه علی کل مسلم. به می اندازه خب بفهمه که اینی آیت است، اینی حدیث است. اینطوره که 2 تا کلمه عربی را برش بگویی صحیح شد، در آخرش بگویی صحیح شد، قرآن خواندی به من. تقلید یک مذهب معین در اسلام وجود نداره.
هیچ کس ثابت کردن نمیتونه. هیچ کس. از هر عالم هست. بله. و می خاطر ما میگیم که ما و شما کل مذاهب قبول داریم. میگم تو میگه یا بی مذهب هستن. نه. بعضی یک مذهب مثلا حنفی ها تنها حنفی را قبول داره، شافعی را نه. شافعی تنها خود مالکی را نه، مالکی تنها خود حنبلی را نه، حنبلی دیگه ما کلش قبول داریم. چه مردم خوب، هم مالکی را قبول داریم، هم شافعی را، هم حنبلی را، هم حنفی را، کلش قبول. تماما علما را احترام میکنیم. امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک همش دوست داریم. علما بودن، علما احترامش واجب است. مجتهدین بودن، علمای بزرگ بودن، علمای خیر القرون بودن، در بهترین قرن تیر شدن. اما معصوم نمیدانیم، معصوم از خطا و گناه در بیان حق نمیدانیم. اجتهاد میکردن، اشتباه دارن. رسول الله صلی میگه المجتهد یخطئ و یصیب، خطا میکنن به حق میرسن. کدام گپش که به حق است را تابعداری میکنیم، کدامش که نیست نمیکنیم. مثل که شاگرده امام ابو حنیفه رحمه الله، امام محمد و امام ابو یوسف، اون تحقیقی کار کردن. در بخش استسقا براتون گفتم، امام ابو حنیفه رحمه الله میگه نماز نیست، صرف دعاست. استسقا طلباران دعا کو خلاص. ولی در حدیث صحیح زیاد وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و نماز هم خوانده، 2 رکعت نماز جهرا خواندگی است. داخلش خطبه گفته، واعظ و نصیحت کرده و دعا کرده، هم دعا کرده هم نماز خوانده. امام محمد مخالفت کرد با استادش. امام ابو یوسف میگه نه نماز است، به خاطر که حدیث دیده. خود امام ابو حنیفه رحمه الله گردن خدا خلاص کرده، میگه اذا صح الحدیث فهو مذهبی. حدیث صحیح مذهب ما، هر کی به حدیث صحیح عمل کرد او در مذهب ما است. ولی این شاگردکا پسان مقلدینش که آمد میگنی هر که از نظر امام اوسو شد از مذهب برآمد، خودشان میکشن. میگن ما میگیم هستیم، اگر میگیم مذهبی هستیم، میگه نیستیم شما. هرچی میگیم هستیم، میگه نیستیم، میکشم ما را. ولی اگم تو میگه یا بی مذهب است. مذهب قبول داریم. اون قسمی که شما میگین نه، اون قسمی که شما میگین که هر گپش قبول کو، کورانه قبول کو، دلیلش پرسان نکو، نه او کار نمیکنه. او کار قرآن تقبیح کرده. میگه اتبعوا ما انزل الله، ما انزل الله را تابعداری کنید. قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبانا، یا گفتن آن چیزی را که تابعداری میکنیم که آنها و بزرگای خود تابعداری کردگی است، ما این کار میکنیم. الله سرشان رد میکند که این کار نکن. اولو کان آباهم، چه معنا؟ اگر که پدرای از این لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اینطور میشه. از این برعکسش تو ثابت میشه ان آباکم لو یعقلون شیئا و یهتدون. اگر اینا عقل هم میداشتن، یعنی میفهمیدن از دین، هدایت هم میبودن، نباید تقلیدش کنی. تو از الله و رسول اطاعت بکن. ای که لا یعقل و لا یهتدی است، ای خوبیخی ناجایز است. ای که یعقل و یهتدی هم باشد، همین حکم دوم میاد که تابعداری از کسی که به هدایت شده هم است مطلقا نکنی، با دلیل تابعداری بکن. و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینطق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. مثال صفت کسایی که کفر و کافر هستند، کمثل الذی، مثل آن کسایی هستند ینطق که آواز میکند، بما لا یسمع، با او چیزایی را که نمیشنود، الا دعاء، مگر طلب و نداء آواز را، صم بکم عمی فهم لا یعقلون. اینا مثل کرا و گنگه ها و کورا هستند، عقل ندارن. لا یعقلون یعنی فکر کردن نمیتونن، از این حواس خودن استفاده کردن نمیتونن. عقل داره ولی تعقل تفکر کردن نمیتونه. مثل الذین کفروا کمثل الذی ینطق بما لا یسمع. مثال صفت کافرها در این آیت الله متعال این کافرها را تشبیه میته به امرای داعیشان، دعوتگرشان رسول الله صلی الله علیه و آله. مثل که یک حالت از اینا را تشبیه میته مثل با یک حالت کافرها را که یک چوپان رمه خدا صدا میکنه، رمهش که میگریزه فرار میکنه، صدا میکنه استاد شو نبامو، الفاظ خاصش میگه. و ببینی که غیر از آوازم میشنوه دیگه میده و هیچ درک نمیکنه که مرا چی میگه، درک نمیکنه. الله میگه می کافرام که هست در عدم فهم قرآن هم میتوست. رسول الله هم کنار دعوت میکنه، غیر از آواز هم میفهمه گپه، ولی درک نمیکنه که چی میگه. خوبی گپه، خوبی امی دعوت پیامبر هم نمیفهمه، حقانیتش درک کردن نمیتونه. مثل حیوان، مثل که خر صدا کنی هیچ، گاو صدا کنی هیچ، فقط آواز هم میشنوه دیگه نمیفهمه که چی میگه.
این بعضی کافرها یعنی همینطورات رسول الله صلی الله علیه و در اینجا تسلی میده الله که از این کافرها غمگین نباش. مثال این کافرها مثل الذین کفروا، صفت حالت کافرها در چی؟ فی عدم انتفاعهم بالقرآن، در عدم نفع گرفتنشان به قرآن. مثال کافرها در این حالت که فایده و منفعت از قرآن نگرفتن و دلایل بسیار واضح و روشن استفاده نکردن، و صفت کسی که اینا را دعوت میته به هدایت که مثل الذی ینقو، مثل اونمو چوپانی است. الذی کیست؟ چوپان، راعی. ینقو که آواز میکند به گوسفندای خود و زجرش میته، منش میکند از یک کار. به ما یعنی به مو حیوانایی را که آواز میکند، لا یسمعو کنا نمیشنوند، الا دعان مگر طلب و ندان آواز را، آواز را میشنوند خلاص، بغیر از اینکه گپ بفهمند. گپ و گوسفند رمه که مست میشه، چیک که میزنی آواز را میفهمه اما درک نمیکنه که چی میگه. این کافرها الله میگه بعضی کافرها میتوست که رسول الله میاره دعوت میته، در دعوت اینا میشینن در مجلس، مثل که برای حیوان چیک بزنی، گپ بزنی، دعوت گپش بزنی، چیزی را درک نکنه، اینا هم میطور است. چقدر خطرناک است حالتشان، نه؟ بسیار بد تشبیه داده اینا را، بدترین تشبیه. مثل حیوان هستن. الله با حیوان هرچی بگو هیچ. اخفش میگه یک بز داشت، امام اخفش امام لغت است، خب نه و صرف. برش گپ میگفت تو میگرفت گردان میکرد. با میگفت فهمیدی او که از گوشش اعلام میکرد تو میکرد، یعنی خود تکان میتیجه خدا. بازی میگفت که خو خیلی نفهمیدی، باز از گوشش میگرفت، باز میگفت باز اعلامش میکرد، میگفت فهمیدی که چی گفتم، میکرد باز گوشش میگرفت. اینه تو یه اصل گردان خدا میکرد، خب که خوب یاد میگیره. در قصه از اون نبود، میخواست همین چیز خدا حفظ کنه، خب ولی او را مورد خطاب قرار میگفت درس راستی کسی را که بگوی خوب یاد میشه. خب همین تو بشانیش، اگه ای تو پیش خود بگوی گربت میشی. او را مورد مخاطب قرار میدم، گوشش میگفت این تو را درس این نیست، این صیغه است، دلالت به این میکنه، این فعل است، این فاعل است، تو گفتم میرم با میگم فهمیدی او را که گوش اعلام میکرد تو میکنه، نه اصلا اینجا خدا اوگار میشه گوشش که تو میکرد، باز میگفت نفهمیدی، باز میگفت حال فهمیدی، بازم میگفت بس غیر از آواز چی رو میفهمه. اینا هم الله میگه گوسفندا و بزا و خره که از گوشش بگیری هرچی بگویی هیچ، که میگن پیش کله خر یاسین خواندن، نه؟ اینمی کافرها که از کلای از اینا کلای خر وارث، یعنی در عدم درک قرآن. الله در قرآن هم میفرماید خب که حال مثل چارپایه هستن، این چیزی را نمیفهمن. در قرآن الله چی میفرماید؟ انهم الا کالانعام، یا نیستن مثل چارپایه، بل هم اضل، بلکه از چارپای کده گمراه تر است. از چارپای کده، این چارپای الله را میشناسه، عبادتش میکنه به طریق خودشان، تسبیحات الله را میگه. الله در قرآن میگه و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیز نیست مگر تسبیح پاکی الله را بیان میکنه. در چارپای مشرک نیست، کافر نیست که از الله منکر باشه، از وحدانیتش. در انسان است، در انسان کافر پیدا میشه، در چارپای نیست. هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. در دیگه جای الله میفرماید که ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، بدترین حیوانات پیش الله کافرایی است که ایمان نمیاره. بدترین زنده سری که در روی زمین میگرده، بدترینش هم کافرایی است که ایمان نمیاره. بسیار انسان که ایمان نمیاره نه با الله با قرآن و سنت، این از خنزیر هم کده بد پایین است. زیرق نعمتایی که خالق برش کده ای قبول نداره. رسول الله صلی الله میگه بعضی کافرها قسم نیست، مثل که رمه را چوپان صدا میکنه غیر از آواز درک نمیکنه، اینا هم میتوستی جگرخون نشو. و این مثلا بسیار جگرخون میشه. من هرچی به یا گفتم چرا ایمان نمیارن، یکم تا این قسمی هست اینجا در مسلمان هم میتوره که میای برش میگی فهمیدی؟ میگه والا هیچ میگه پار نمیفهم. اگه گپ پیسه را بگو یا قصه مولا نصرالدین هم برش کنی تو میفهمه، میگه این تربوتا فهمیدم. من گپای شیطانی را میفهمم، گپایی که حق باشه نمیفهمم.
الله قلب از یارا بند کرده نه ختم الله علی قلوبهم سمون بکم عمیون فهم لا یعقلون سمون این جمع اصام بکم جمع ابکم هم جمع اما کلمات جمع است هم اینجا تشبیه بلیغ است الله میگه کراستن گنگاستن کوراستن عقل تفکر کردن نمیتونن هر گور سوال پیدا میشه که اینا به چشمایشان بسیار کته مسلمان ها میگه که یک سوزن در زیر زمین میبینه نه یعنی در زیر زمین نمیبینه خب مبالغه میکنن خب در زیر زمین یک سوزن باشه میبینه حالا ما میگم در این تاریکی ششتیم در این اتاق میبینه میبینی آن بالا میبینه در کجا ششتیم نه در حالی که گپ هم صحیح نیست خب اگر اینا اینمی گپ هست نه میبینه زیرا مثلا چیزای کوچک میبینه چه قسم قرآن میگه کار و کور هستن الله میگه تشبیه میته سمون خبر است مبتداش موضوع هم کسم اینا مثل کار و مثل گنگ است مثل ازوست اینا مشابهت در چی است اگر بگویم مثل ازو هم خونه است یا چشم داره مشابهت در عدم درک است در عدم فهم کار چی بگوی هیچ یام گپ میگی میشنه ولی درک نمیکنه پس مثل کار شد دیگه بکما گنگه را که برش بگوی حق بیان کنه نمیتونه نه بند است نه زبانش بنده این را که بگوی زبان داره حق بیان کنه هیچ مثل گنگه شد نه مثل که گنگه نمیتونه حق بیان کنه این با زبان خود حق بیان کرده نمیتونه پس الله میگه ازی که نباشه کرا و کورا دیگه عمیون کور که بگویی را دیدی سعی کوی کتاب چی میگه کور میگه ما چشمایم نمیبینه هر سعی کنه هیچ اینا لی کافره که بگوی بگی کتاب بخوان باید بگوی چی میگه میگه ما چشم خوب خواندش بخاطر که اینو میره درک نمیکنه اینو میره قبول نمیکنه خب پس عدم قبولیتش الله تشبیه داد لا یعقلون تفکر نمیکنن الله چشم برای چی داده فجعلناه سمیعا بصیرا که ما از این برای درست حق را الله را درک کنیم خالق مسئولیت های خود را درک کنیم این چشما را الله به می خاطر داده گیست پس اینا مثل چارپایه هستند یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون پس در آیات قبلی شما فهمیدین وقتی که یک آدم کار کور باشه یک آدم تو میگه برای ازی دلایل فلسفی بگو نه نمیگن فلسفی دلیل بگو منطقی بگو از قرآن نگو میفهمه مثل که به میخواد حال قدر فلسفه بگویم نه میفهمه گوشش کتا کتا ما از فلسفه بگوید ولی آخه از خر بدتر هستند برای این فلسفه فایده نداره قرآن برش بگو قبول کرد خوب نکرد بلا ده پسش وقت تضایع نکن قرآن برش بگو قرآن بسیار دلایل داره دلایل قرآنی را برش بگو قبول کرد خوب نکرد هیچ مسئولیتت خلاص شد یکم تو را میگم که کافرها را آیت نخوندی برش چی میگه قرآن قبول نداره بیعقل ولی چطور نداره و قرآن دلایل عقلی میگه و اون را برش بگو یا نمیفهمن نه میگه یک دلیل منطقی بگو از این فهمیده میشه که دلیل منطقی است دلیل قرآن که قوی باشه نه توبه استغفر الله گپای میزنن یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ای مؤمنین خبردار بخورین از پاکیزه چیزایی که ما براتان دادیم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون سپاسگزاری الله را بکنین اگر خاص الله را عبادت میکنین یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین خبردار در اینجا باز خطاب بر مؤمنین شد در اول یا ایها الناس بود که ای مردم حلال بخورین چیزای پاکیزه را حالا الله میگه ای مؤمنین شما خو کارا بکنین نه شما خو حلال بخورین پاکیزه را استفاده کنین سپاسگزاری نعمتهای الله را کنین شما چرا حرام میخورین شلار مؤمن خو نباید حرام بخوره حالا کافر هم حرام میخوره و مؤمن هم میخواد چی فرق شد دیگه حال مؤمنین خطاب میکنه که یا ایها الذین آمنو خبردار کسایی که من آوردن کلوا من طیبات ما رزقناکم بخورین از پاکیزه چیزایی که ما براتان دادیم طیبات چیزایی که لذیذ است مفید است به بدن و حلال است رزق حلال دو چیز بکار است هم مفید باشه هم حلال باشه خاک مثلا نه خاک چیزی نیست که الله گفتن باشه حرام است ولی به بدن مفید نیست چیز لذیذ باشه لذیذ یعنی
خوشایند باشه. حتی اگه حلال هم بود خوشایند نبود نخوری هیچ، اما حرامش نکنی، حق نداری. اینجا کلو، هدف از کلو این نیست که فرض از خورده برو تا که زنده است. کلو یعنی فایده مباح بدانیم، حلال بدانیم. چقدر میخوری گپ جداست. مثلا گوشت گوسفند بعضیا چربی داره نمیخوره، گوشت میخوری نه، چرا نمیخوری؟ اگه گفت حرام است باز کافر میشه. اگه گفت که من مشکلات دارم نمیشه، چربیم بالا میره، خوب است بخوره، کسی برای ضرر نمیرسانه بخوره. یا خرگوش مثلا خوب چیزه، یک تا میگه والا خوشم نامد، قوارش مشورین تو میکنه میگه خوشم نمیاد، خیره حالا نگویه که حرام است. اگه بگویه نه حلال نیست، یه کی حلال کرده خطرناک میشه. موش نخو، موش چیز بد است، مفید هم نیست، پشک سگ و اینا. بعضی چیزایی را که الله حرام کرده خودش میفهمه و حکمت ها میگم خوی از او در وجودت چی میشه. مثلا خنزیر که دوسی است، او را که خوردی دوس میشی. مثلا کافرها که دوس هستن به غیرت از گوشت خنزیر میزنن، خنزیر میخورن به این خاطر. دو چی هست؟ میگه هر حیوان که سرش استفاده جنسی پیشنهاد کنه چیز نمیگه، میگه بیا او را میگه بیا، او را میگه بیا، یعنی می دوس هست. اینال کسی کی را خورد دوس میشه. ببینی خانمش که هر کی قسم میکنه و بغل کشی و رقص یه تو خوش میشه، دوس شده دیگه. نه خواهرش ببینی هر طرف میگرده، دخترایش ببینی هر طرف میگرده، آزاد خوش است. الله نجات بدی. طیبات پاکیزه ما رزقناکم ما برتان دادیم. گوسفند و گاو اینا را الله میده، الله پیدا میکنه. اگر الله بخواد نسلش قطع میکنه. این میال اگر الله بخواد کل این پرنده و حیوانات را قطع میکنه. بسیار حیوانات میگه نسلش قطع شد، این را الله نمیخواد. اگر یک مرض بیاره نه کلش بمره، نمیتونه الله کلش بکشه دیگه، خب پیدا نمیشه. باز وقت کسی زور داره که یک گاو زنده را پیدا کنه، گاو از روی دنیا گم شد، کسی میتونه یک گاو پیدا کنه؟ نه خلاص شد دیگه. الله است که اینمی نسل و نسل گیری و اینمی را باقی مانده، الله ماندگی است. این کار الله هست. الله خب میگن پیش از انسان دیناسورا وجود داره، او دیناسورا کلان بود، نه به اندازه کوه بود. خود اگر در وقت انسان پیدا میشد میکشت نه انسان. الله دید که اینمی به ضرر انسان از گمش کرد، بیخی نسلش بند. این کار الله. واشکروا لله، شکرگزاری الله را بکنین. نعمتایی که شمار نمیشه. شکرگزاری میشه که نسبت نعمت به الله بیتی و نعمتی که برات الله میتا موافق از او دستور الله این نعمت مصرف کنی. اینه اصل شکر. اینه میست امی پول کی برات داد؟ الله داد. چشم کی برات داد؟ الله. اولاد کی داد؟ الله داد. خانم کی داد؟ الله داد. نه اینم کل نعمت ها را موتر از هر چی که است، صحت است، چشم است، گوش است، علم است، هر چی که نسبتش با الله بتی. الله میگه ما رزقناکم. دومی که اینمی نعمت مطابق قانون الله دستور الله مصرف کن. اصل شکرگزاری سپاسگزاری است. این تو نه که چای که خوردی آوا بسم الله میگی شکر خدایا خلاص، وقت نماز شد اوس میگریزی بیا نماز، وقت درس قرآن شد نمیایی، وقت روزه شد روزه نمیگیری، وقت حج شد حج نمیکنی، وقت دعوت شد نمیکنی، حرام پیش رویت آمد شراب اجتناب نمیکنی، قمار آمد میزنی، زنا آمد اونا. این طوری شکر نیست. شکری است که نسبت نعمت به الله بده. کافران نسبت نعمت به غیر میدادن. حتی باران میشد میگه فلان ستاره به ما باران کرد، کفر است. امیال مثلا این نعمتایی که ما ایزره داریم، اگر کسی بگوید که این همی امریکا به ما داده خطرناکه، الله میته ایره، الله میته. اینال اینمی نعمت باز مطابق حکم الله مصرف کو. از این کده دیگه شکرگزاری نیست. باشکرون الله، سپاسگزاری الله را بکنین. نعمتها را الله میته، سپاسگزاری کافرها را نکنین. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر هستین شما خاص الله را عبادت کننده، اگر خاص الله را عبادت و بندگی میکنین چی کنین؟ ان کنتم ایاه تعبدون چی معنی؟ اگر خاص الله را عبادت میکنین چی کار کنین؟ حلال بخورین. واشکروا لله،
این میشه یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ان کنتم ایاه تعبدون. اگر فقط الله را عبادت میکنین حلال بخورین. در این باره یک حدیث هم است که رسول الله صلی الله علیه و میفرماید که یک کسی که می رود در یک جای، این می آیت از عبدالله ابن عباس میگه، روایت شد برش خوانده شد. عبدالله ابن عباس میگه پیش رسول الله صلی الله علیه و یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلال طیبه. میگه سعد بن ابی وقاص استاد شد، گفت یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی مستجاب الدعوه. سعی کنید دعا کو که الله مرا مستجاب الدعوه بگردانه، همیشه دعایم قبول شود. کسی میخواد دعایش قبول شود. فقال میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت یا سعد اطب مطعمک، پاک بکو حلال بکو خوراکتا. خوراک چیزی را که میخوری حلال باشه. تکن مستجاب الدعوه، دعایت مستجاب الدعوه میشه، دعایت قبول میشه. حلال بخور دعایت قبول میشه. چیزای حلال بنوش، یعنی حلال فرایض انجام بده، از حرام اجتناب کن. این بسیار مهم، از حرام اجتناب کن. با در اینجا باز چی میگه رسول الله صلی الله علیه و والذی نفس محمد بیده، رسول الله صلی الله علیه و گفت که قسم به او ذاتی که نفس محمد به دست اوست، ان الرجل لا یقذف اللقمه الحرام فی جوفه، یک مرد میپرته لقمه حرام در اشکمش، ما یتقبل منه 40 یوما، 40 روز عبادتش قبول نمیشه، یک لقمه حرام. و ایما عبد نبت لحمه من السحت، هر بنده ای که کلان شود گوشتش بلند شده بره و بزرگ شده بره از حرام و الربا از سود، فالنار اولی به، آتش به سزاوار است. یعنی از آتش نجات نمیفته، باید که آتش به برسه. گوشتی که از حرام کلان میشه. تو یک گپ دیگه هم در ذهن ما آمد، پدرش حرام خور است، نه رشوت خور است، سود خور است، میاره به اولادا چی کنه؟ اولادا که خورده از گناهگار نیستن، به خاطر که اینا هم خورده میرن جوان که شد فامید مکلف شد، اینجا باید از حرام چی کنه؟ اجتناب کنه. پدر بگه که سود تواردار، رشوت تواردار نکن، به ما حرام نبیر. اگر نشد باز باید خودش چی کنه؟ جدا شد و برای حلال بخوره. کلان شد، صاحب کار شد، پیش از او خیر، پیش از اون مکلفیت نداره. پس در اینجا یک حدیث دیگه هم در صحیح مسلم است، نه میگه رب اشعث اغبر، بسیار پیرا، یک کسی را میبینید در سفر میره مویش پراگنده از غبار آلود است، با دعا میکنه که یا رب یا رب یا رب، فمطعمه حرام و ملبسه حرام، غذایش حرام است، لباسش حرام، مشربه حرام، نوشیدنیش حرام، فانا یستجاب، چگونه قبول شد؟ در دعایتان میخواین بسیار حلال. صحابت حلال بسیار چی بوده؟ صحابه رسول الله صلی الله علیه و حتی یک دفعه در گلون ابوبکر یک چیزی را خورد، گفتن ما چه مال چی است؟ دست انداخت پس کشیدش، اوچت میکشیدش که میفهمید حرام است. حرام در اشکم خود نمیمانده، هر قدر سختی بیا حرام نخوری. بسیاری انسان عبادتش هم قبول است، دعایش هم قبول میشه، دم هم که میکنه نه زود تاثیر میکنه. حال ما شما چرا دعای ما قبول نمیشه؟ حرام خور شدیم اکثر ما. خب امی کافران می تو قصدی میکنه، میگه اشکما یار حرام کو فهمیدن این حدیثه که دعایشان قبول نشه. یقین که کافرها فهمیدن که اگه این مسلمان اشکمش حلال باشه دعایش قبول میشه، ما شکست میخوریم. به اینکه یار حرام بخورانیم، سود و رشوت و اینا، بس مامورشان بجنگیم، شکستشان بدیم. این دعا کنن دعایشان قبول نشه.